در آینده چه کسانی بیکار خواهد ماند؟ یک چیز با جرأت براتون گفته میتونم که آینده متعلق به کسانی نیست که فقط مدرک دارند، بلکه متعلق به کسانی هست که مهارت دارند. خیلی ها فکر میکنه که با داشتن مدرک لیسانس، ماستری و یا هم دکترا همه چیز حل است. نه خیر، من میگم دنیا در حال تغییر است. امروز فقط کسان موفق میشن که مهارت بلد هستن که ارزش خلق بکنن، کار بسازن، پول بسازن. کسی که منتظر استخدام شدن هست، من برات میگم که تو برای استخدام شدن ساخته نشدی. تو خودت میتونه فرصت ساز باشی. بیکار کسی میمانه نشسته و مدرکش تماشا میکنه.